سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با بررسی خودروی اطلس جی. قبل از هر چیزی باید بگم که اطلس 4 تا تیپ مختلف داره. تیپ S که دنده هیچ آپشنی نداره، رینگ مانیتور، سانروف نداره. تیپ G که این ماشین هستش رینگ داره، مانیتور داره، سانروف داره. بعد تیپ سوم تیپ GR هستش، هیچ فرقی با این ماشین نداره ولی سانروفش رو فقط حذف کردن. تیپ E همه آپشن‌ها رو داره ولی اتومات 6 دنده CVT یا همون 6 دنده مصنوعی. چرا این ماشین لنز خفنی به کار بردن؟ یه سپر بزرگ اسپورت داریم که این جلو پنجرش یه حس قدرت میده. اینجا میشکن رو داریم، اینجا لیف سپر رو داریم و کاپوتی که یه مقدار کوچیک‌ترش کردن و سپر رو تا کاپوت کشوندن. یه سری خطا روی کاپوت هستش که باعث استحکام کاپوت شده. اینه که پلتفرم این ماشین با کویک یکیه، همون X200. از زاویه بغل هیچ فرقی با کویک نداریم و یه سری چیزا اضافه کردن که ماشین شبیه شاسی، حس شاسی بودن بهش میده و یه باربند هم اضافه کردن وگرنه هیچ فرقی از بغل با کویک نداره. خب سایز چرخ‌های ماشین 185 60 و رینگ 14 اینچی آلومینیومی داره که یکی از رینگ‌های قشنگ سایپو و از جایی که ماشین نسخه جی هستش همه نسخه جی رینگ دارد. حالا این رینگ شاید نباشه رینگ‌های دیگه. خب ما اینجا چراغ عقب رو داریم که طرح نئون هستش. چراغ ترمزا دو تا این بغل هستش، یکی هم این بالا داره. بعد چراغ راهنماش هم اینجا پشت سرم دو تا میشکن عقب داره که خیلی پرنوره. بعد این پشت هم اومدن اطلس رو نوشتن و لوگو خود سایپا. خب ما اینجا سنسور دنده عقب داریم، اینجا هم دوربین دنده عقب داریم و صندوق هم که از پشت باز میشه. یه صندوق 290 لیتری که نسبت به یک ماشین هاچبک خیلی خوبه، فوق العاده است. این ماشین موتور M15i داره، همون موتور شاهین ولی بدون توربو، 91 اسب بخار، 138 نیوتن متر گشتاور، جبه دنده 5 سرعتی دستی، قدرت رو به چرخ‌های جلو منتقل میکنه. وزن این خودرو فقط 1060 کیلوگرمه که میتونه شتاب 0 تا 100 رو روی 13 بزنه، ولی اگه بنزین خوب بریزی و ماشینتون ریمف و روی داینو برده باشی میتونه روی 12 هم بزنه به خاطر وزن پایینش. خب ما اینجا فرمون دیکات هیدرولیکی داریم، مانیتور 7 اینچی داریم که دوربین دنده عقب داریم، بعد قابلیت پخش تصویر و عکس داره، فیلم و عکس داره و پنل کولر دیجیتاله، دریچه‌های کولر کاملا تغییر کرده. داشبوردی که کلا زدن تغییر دادن نسبت به کویک و اینجا یه دونه صفحه کیلومتر خیلی اسپورت داریم. نور باران و سنسور فشار بادهای ESP هم داریم که شامل TCS و ESC هستش که کنترل کشش و کنترل پایداری. اینجا دکمه گرم کنه شیشه عقب، قفل مرکزی، دکمه باز کردن درب صندوق و دکمه خاموش کردن ESP رو داریم. خب ما اینجا سانروف سه‌حالتی برقی داریم که یه آپشن خیلی خوب نسبت به خودروهای داخلی محسوب میشه. تنظیم نور چراغ به صورت حالت دستی هستش، آینه ها برقیه، تاشو هم برقیه و باز چیز خاصی نداریم. دکمه‌های روی فرمون داریم که اینور برای مالتی مدیا و اینور هم برای کروز کنترلی که این ماشین نداره ولی داخل نسخه اتومات کروز کنترلش هست. خب قسمت آخر ویدیو بررسی رسیدیم و میخوایم که تو این قسمت یه سری سوالاتی که معمولاً شما پرسیدید و مطرح کنیم و بهش جواب بدیم. خب یکیتون پرسیده که حجم باک این ماشین چقدره؟ حجم باک این ماشین 42 لیتره. بعد اینکه سوال دومی نوشته من داخل مشخصات این ماشین دیدم که نوشته چراغ بدرقه دارد ولی انجام دادم نمیشه. خب حالا ما هم چراغ بدرقه انجام ندیم، تست نکردیم. داخل مشخصات نوشته آره درسته داره و اینکه باید سویچ باز باشه، نور بالا رو 10 یا 5 ثانیه نگه دارید
سویچ رو ببندید بیاین بیرون، میکنم به مدت 1 دقیقه 30 ثانیه چراغ روشن میمونه تا شما راهتون رو پیدا کنید. سوال سوم نوشته که این ماشین کابینش اندازه MBM 110 است، چون برای خانم هاست. اگه قدر بالای 170 باشه بیخیال بشید. شتابش بالای 17 سانتی است. پراید من شتابش بهتره. خب یه سری دارن در مورد این ماشین نظر میدن که تو خوابشون اون ماشین رو نمیبینن. الان من این صندلی برای قدم تنظیم میکنم. خب من قدم 175 است. هیچ اصلا چیزی نیست که منو اذیت کنه. حتی سرم حتی نزدیک چیز فاصله دارم. این بغلام هیچ چیزی نیست که منو بتونه اذیت کنه. جلوام که هیچ مشکلی نداره. حتی پشت سرم اگه بگیرید هیچ مشکلی برای سرنشینی عقب وجود نداره. خب سوال سوم که گفتیم و اینکه شتابش هم حدودا 13 ثانیه است. ایشون گفته که شتاب پراید من بهتره. اصلا این ماشین فکر نکنم سوار شد یا اصلا دیده باشی داره نظر میده در موردش. میشه سلام اطلس سنسور GSI داره ولی برای من خالیه اون قسمت. شاید چون GL هستش. خب سنسور GSI چیه اصلا؟ ما یادمون رفت بهتون بگیم. سنسور GSI همون نشان دهنده است دنده ماشینه. یعنی مثلا شما رو دنده 2 قرار داری نمیدونید 2 یا 4 روی مانیتور یا همون کامپیوتر سفری ماشین نوشته رو 2. حالا برای بعضیا نداره این قسمت. شاید بگید نداره که نه، یعنی فعال نیست. باید برید نمایندگی یا که شامل گارانتی نمیشید برید یه جایی که براتون دیاگ بزنه و قسمت خودشون حالا بلدن قسمت تخصصی من زیاد وارد نمیشم. سال 5 سلام بازم موتور قدیمی 8 سوباب هستش پرایدی یا تغییر کرده؟ ببینید 8 سوباب هست ولی موتور پراید نیست. موتور پراید یه موتور خیلی مثلا قدیمی ولی این چیش عملکردش اینا فرق داره و اینکه حدوداً یه سری سوپاپا و اینا متغیر و زمانش متغیر شده و عملکرد خیلی بهتری داره. سلام من اطلس دارم دنده عقب بد جا میره درها وقتی بسته میشه صدا میده باید چیکار کنم؟ ببین اگه اطلستون صفره خب عادی دنده عقبش بعد یکم بد جا میره بعد از 10,000 تا 20,000 کار خیلی چیش بهتر میشه. درها وقتی بسته میشه صدا میده باید چیکار کنم؟ خب ماشینتون اگه صفر باشه عادیه که صدا میده ولی اگه 10,000 تا 20,000 تا کار رو رد کنه عملکردش خیلی بهتر میشه و دیگه اون صدا نمیده حتی نرمتر هم میشه. و اینکه قسمت بعدی سوالش این بود که درها وقتی بسته میشه صدا میده. اگه صدا میده باید درتون ریگلاژ بشه. اگه شامل گارانتی هستید برید نمایندگی براتون ریگلاژ میکنن. نمیشه عملکرد ESP چطوره؟ سوال آخر عملکرد. خب ببینید بنز هم ESP داره سایپا هم ESP داره. قطعا یه فرقایی با هم دیگه میکنن. عملکرد ESPش خوبه. خیلی‌ها گفتن آره سر پیش کنترل ماشین دستشون در رفت دریچه گاز بسته شد خودش ماشین خودکار خودش رو جمع کرد و از نظر یک ماشینی که 1,100,000 دارید پول میدید ESPش واقعا عملکرد خوبی داره. خب در آخر اینکه این ماشین توی رنج 1,100,000 1,200,000 خرید فروش میشه و با این پول شما میتونید 206 تیپ 2 مدل 97 98 بخرید که 7 سال میشه ازش گذشته و 206 تیپ 5 مدل 93 4. نتیجه میگیریم که این ماشین صفر. با این قیمت ماشین صفر دیگه نمیتونیم بگیریم. گارانتی 3 ساله داره و اینکه از نظر آپشنی از خیلی از ماشین ایرانی بهتره. یه موتوری هم داره که برای وزن ماشین خیلی خوبه. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشیم و اینکه داخل کامنت ها بگید که برای ویدیو بعدی کدوم ماشین رو بررسی کنیم.